اگر اینترنت یک شهر باشد، گوگل نقشه، راهنما و حافظه آن است. سلام بیننده های عزیز، ما در این برنامه در مورد شرکت گوگل صحبت میکنیم. در ابتدا به تاریخچه این شرکت میپردازیم، سپس به فعالیت ها، موفقیت ها، شکست و جایگاه امروزی این شرکت را با هم یک جا بررسی میکنیم. برنامه آگاهی، نبض تکنولوژی. گوگل یکی از تاثیرگذارترین شرکت‌های فناوری در تاریخ بشر است که نقش مهمی در شکلگیری دنیای دیجیتال امروز ایفا کرده است. این شرکت نه تنها شیوه جستجوی اطلاعات را متحول کرده، بلکه در حوزه‌های مانند تبلیغات دیجیتال، سیستم عامل‌های موبایل، هوش مصنوعی و کامپیوترهای ابری نیز نقش کلیدی داشته است. گوگل در اواخر دهه 1990 میلادی همزمان با رشد سریع اینترنت متولد شد. در آن زمان وبسایت ها به سرعت در حال افزایش بودند، اما یافتن اطلاعات دقیق و مرتبط کار آسانی نبود. موتورهای جستجوی موجود اغلب نتایج نامرتب یا ضعیف ارائه می‌دادند و نیاز به یک روش کارآمدتر به شدت احساس می‌شد. ایده اولیه گوگل توسط دو دانشجوی دکترا دانشگاه استنفورد با نام‌های لری پیج و سرگی برین شکل گرفت. آنها در سال 1996 پروژه تحقیقاتی به نام بک‌روپ را آغاز کردند. برخلاف موتورهای جستجوی سنتی که تنها به تعداد تکرار کلمات توجه می‌کردند، الگوریتم آنها کیفیت و تعداد لینک‌های ورودی به هر صفحه را نیز در نظر می‌گرفت. در سال 1998 پیج و برین تصمیم گرفتند پروژه خود را به یک شرکت تجاری تبدیل کنند. آنها نام گوگل را انتخاب کردند که از واژه ریاضی گوگل و عدد 1 با 100 صفر گرفته شده و نمادی از هدف آنها برای سازماندهی حجم عظیم اطلاعات جهان بود. گوگل رسما در یک گاراژ کوچک در کالیفرنیا تأسیس شد، مکانی که بعدها به نمادی از استارتاپ های موفق تبدیل شد. در سالهای ابتدایی گوگل به سرعت محبوب شد، زیرا رابط کاربری ساده، سرعت بالا و نتایج دقیق‌تر نسبت به رقبا ارائه می‌داد. سرمایه‌گذاران خطرپذیر با پتانسیل بالای این موتور تحقیق کردند و سرمایه‌گذاری‌های مهم انجام دادند. این موضوع باعث شد گوگل بتواند زیرساخت‌های فنی خود را گسترش دهد و نیروی انسانی متخصص جذب کند. گوگل به یک جستجوی ساده آغاز شد، اما امروز میلیاردها فعالیت دنیای دیجیتال را مدیریت می‌کند. در بخش اول دیدیم که گوگل چگونه از یک ایده ساده متولد شد. حالا می‌بینیم که چطور توانست به موفق‌ترین بازیگر دنیای دیجیتال تبدیل شود. پس از تثبیت جایگاه خود به عنوان یک موتور جستجوی قدرتمند، گوگل فعالیت‌هایش را به حوزه‌های مختلف گسترش داد و به یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان تبدیل شد. مهمترین و اصلی ترین فعالیت گوگل همچنان موتور جستجوی آن است. گوگل با توسعه الگوریتم‌های پیچیده توانست مرتبط‌ترین نتایج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کاربران ارائه دهد. در کنار آن، سیستم تبلیغاتی گوگل ادز معرفی شد که تحول عظیم در صنعت تبلیغات دیجیتال ایجاد کرد. این سیستم به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تبلیغات هدفمندانه نمایش دهند و تنها در صورت کلیک کاربران هزینه پرداخت کنند. گوگل با مرور زمان محصولات و خدمات متعدد عرضه کرد که بسیاری از آنها به بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره کاربران تبدیل شدند. از جمله این خدمات می‌توان به جیمیل، گوگل مپ، گوگل درایو، گوگل داکس و یوتیوب اشاره کرد. هر یک از این محصولات نقش مهمی در ساده‌سازی ارتباطات، مسیریابی، ذخیره‌سازی اطلاعات و سرگرمی داشته باشند. یکی از بزرگترین موفقیت‌های گوگل توسعه سیستم عامل اندروید بود. اندروید با رویکرد متن باز طراحی شد
شد و با سرعت مورد استقبال شرکت‌های تولید کننده تلفن همراه قرار گرفت. امروز اندروید پرکاربردترین سیستم عامل موبایل در جهان است و میلیاردها دستگاه از آن استفاده می‌کنند. گوگل همواره توجه ویژه به آینده فناوری داشته است. این شرکت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، خودروهای خودران، پردازش زبان طبیعی و رایانش ابری انجام داده است. پروژه‌های مانند گوگل اسیستانت و گوگل کلاود نمونه‌های از این رویکرد آینده‌نگر هستند. گوگل یکی از موفق‌ترین و تاثیرگذارترین شرکت‌های جهان فناوری است که توانسته در مدت زمان نسبتاً کوتاه شیوه دسترسی انسان‌ها با اطلاعات و استفاده از فناوری را به طور بنیادین تغییر دهد. موفقیت‌های گوگل تنها با موتور جستجوی آن محدود نمی‌شود، بلکه این شرکت در حوزه‌های مختلف مانند تبلیغات دیجیتال، سیستم عامل‌های موبایل، خدمات آنلاین و هوش مصنوعی دستاوردهای چشمگیر داشته است. در ادامه مهمترین موفقیت‌های گوگل بررسی می‌شود. نخستین و شاید مهمترین موفقیت گوگل ایجاد یک موتور جستجوی دقیق، سریع و کاربرپسند بود. گوگل با معرفی الگوریتم پیج رنک توانست کیفیت نتایج جستجو را به طور چشمگیر بهبود دهد. این الگوریتم بر اساس اعتبار و تعداد پیوندهای ورودی و صفحات وبسایت عمل می‌کرد و برخلاف روش‌های قدیمی تنها به تکرار کلمات کلیدی متکی نبود. همین نوآوری باعث شد کاربران به نتایج گوگل اعتماد بیشتری داشته باشند و این موتور جستجو به انتخاب اول میلیاردها نفر در سراسر جهان تبدیل شد. یکی دیگری از دستاوردهای بزرگ گوگل ایجاد یک مدل درآمدی پایدار و بسیار موفق از طریق تبلیغات آنلاین بود. سرویس گوگل اد امکان نمایش تبلیغات هدفمند را فراهم کرد، به گونه‌ای که تبلیغ کنندگان تنها زمان هزینه پرداخت می‌کردند که کاربران روی تبلیغ کلیک می‌کردند. این مدل نه تنها برای کسب و کارها مفید بود، بلکه باعث رشد سریع بازار تبلیغات دیجیتال در جهان شد و بخش عمده‌ای از درآمد گوگل را تضمین کرد. گوگل با ارائه خدمات متنوع و رایگان توانست جایگاه خود را در زندگی روزمره کاربران تثبیت کند. سرویس‌های مانند گوگل مپس، گوگل درایو، گوگل داکس و گوگل سرچ نمونه‌های از این خدمات هستند. این ابزارها ارتباط، مسیریابی، ذخیره‌سازی اطلاعات و کار گروهی را بسیار ساده‌تر کردند و با میلیون‌ها نفر در انجام فعالیت‌های روزانه کمک می‌کنند. خرید پلتفرم در سال 2006 یکی از هوشمندانه‌ترین تصمیم‌های گوگل به شمار می‌رفت. یوتیوب با بزرگترین پلتفرم اشتراک ویدیو در جهان تبدیل شد و نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ دیجیتال، تولید کنندگان محتوای آنلاین و اقتصاد تولید کنندگان محتوا ایفا کرد. این پلتفرم نه تنها یک موفقیت تجاری برای گوگل بود، بلکه نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای این شرکت را نیز به شدت افزایش داد. توسعه سیستم عامل اندروید یکی از بزرگترین موفقیت‌های استراتژیک گوگل محسوب می‌شود. اندروید با ماهیت متن باز خود توانست به سرعت مورد استقبال شرکت‌های تولید کننده گوشی هوشمند قرار گیرد. امروز اندروید پرکاربردترین سیستم عامل موبایل در جهان است و میلیاردها کاربر از آن استفاده می‌کنند. این موفقیت باعث شد گوگل نقش تعیین کننده در بازار موبایل و اکوسیستم اپلیکیشن‌ها داشته باشد. گوگل سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انجام داده و به یکی از پیشگامان این عرصه تبدیل شده. فناوری‌های مانند گوگل اسیستانت، ترجمه خودکار گوگل، تشخیص گفتار و تحلیل تصاویر نمونه‌های از این دستاوردها هستند. همچنین شرکت دیپ مایند که زیر مجموعه گوگل است با پروژه‌های مانند الفاگو توانست توانایی‌های هوش مصنوعی را به سطح جدیدی برساند. موفقیت گوگل تنها در نوآوری‌های فنی خلاصه نمی‌شود، بلکه این شرکت توانسته تأثیر عمیقی بر فرهنگ آموزش و اقتصاد جهانی بگذارد. دسترسی آسان به اطلاعات، توسعه ابزارهای آموزشی و حمایت از استارتاپ‌ها از جمله نتایج مثبت فعالیت‌های گوگل است. این شرکت با تمرکز بر آینده و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین بازیگران دنیای دیجیتال تثبیت کرده است. شکست‌های گوگل اتفاقی نبودند، بخشی از مسیر بودند که گوگل را به این جایگاه رساند. با وجود موفقیت‌های چشمگیر، گوگل نیز مانند شرکت‌های بزرگ با شکست‌ها، انتقادات و چالش‌های متعدد روبرو بوده. بررسی این موارد با درک بهتر جایگاه امروز گوگل کمک می‌کند. برخی از پروژه‌های گوگل با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه نتوانستند با موفقیت برسند. برای مثال، شبکه اجتماعی گوگل پلاس با هدف رقابت با فیسبوک راه اندازی شد، اما به دلیل عدم استقبال کاربران در نهایت تعطیل شد. همچنین پروژه‌های مانند گوگل گلاس در نسخه اولیه
با مشکلات فنی و اجتماعی مواجه شدند. گوگل بارها به دلیل انحصار طلبی، نقض حریم خصوصی کاربران و جمع‌آوری اطلاعات مورد انتقاد دولت و نهادهای نظارتی قرار گرفت. فرمانده‌های حقوقی در اروپا و آمریکا نشان دهنده فشارهای زیاد بر این شرکت برای شفافیت و رعایت قوانین رقابتی است. در سالهای اخیر رقابت در حوزه‌های فناوری بسیار شدیدتر شده است. شرکت‌های مانند مایکروسافت، اپل، آمازون و میتا هر یک در بخش‌های از بازار با گوگل رقابت می‌کنند. همچنین ظهور موتورهای جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی چالش‌های جدیدی برای مدل سنتی و جستجوی گوگل ایجاد کرده است. امروز گوگل تحت ساختار شرکت مادر خود به نام الفابت فعالیت می‌کند. این ساختار به گوگل اجازه داده تمرکز بیشتری بر نوآوری و مدیریت پروژه‌های متنوع داشته باشد. با وجود چالش‌ها، گوگل همچنان یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین شرکت‌های فناوری جهان است و نقش مهمی در شکل دهی آینده دیجیتال ایفا می‌کند. گوگل از یک پروژه دانشجویی ساده به قول جهانی در عرصه فناوری تبدیل شده است. تاریخچه آن نشان دهنده اهمیت نوآوری، تفکر خلاق و جسارت در ریسک پذیری است. موفقیت‌های گسترده گوگل در کنار شکست‌ها و چالش‌هایش تصویری واقعی از مسیر پرپیچ و خم پیشرفت یک شرکت فناوری را ارائه می‌دهد. بدون تردید گوگل همچنان یکی از بازیگران اصلی دنیای دیجیتال باقی خواهد ماند و تاثیر آن بر زندگی انسان‌ها در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. گوگل امروزه یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین شرکت‌های فناوری در جهان به شمار می‌آید و نقش اساسی در شکل دهی به فضای دیجیتال معاصر دارد. این شرکت که زیر مجموعه هلدینگ الفابت فعالیت می‌کند، همچنان مالک پرکاربردترین موتور جستجوی اینترنتی جهان است و روزانه میلیاردها جستجو از طریق خدمات آن انجام می‌شود. گوگل توانسته با توسعه الگوریتم‌های پیشرفته تجربه دسترسی به اطلاعات را سریعتر و هوشمندانه‌تر از گذشته کند. در کنار موتورهای جستجو، گوگل جایگاه مهمی در حوزه‌های دیگر نیز دارد. سیستم عامل اندروید بخش بزرگ از بازار تلفن‌های هوشمند جهان را در اختیار دارد و خدمات مانند جیمیل، گوگل مپ، یوتیوب و گوگل درایو را به ابزارهای جدایی ناپذیر زندگی دیجیتال کاربران تبدیل شدند. همچنین گوگل در زمینه هوش مصنوعی و رایانش ابری سرمایه‌گذاری‌های گسترده انجام داده و تلاش می‌کند آینده فناوری را شکل دهد. با وجود این جایگاه قدرتمند، گوگل با چالش‌های مانند رقابت شدید، فشارهای قانونی و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی مواجه است. با این حال، توان نوآوری، گستردگی خدمات و نفوذ جهانی باعث شده گوگل همچنان یکی از بازیگران اصلی و تعیین کننده در دنیای فناوری باقی بماند. اگر برندها در بازار می جنگند، گوگل در ذهنها حضور دارد. در این بخش برنامه تفاوت گوگل را با برندهای دیگر با هم یک جا می‌بینیم. گوگل با برندهای جهانی دیگر تفاوت دارد، از جمله با دو شرکت بزرگ نوکیا و موتورولا. مهمترین تفاوت گوگل با نوکیا و موتورولا در ماهیت فعالیت آنها. گوگل اساساً یک شرکت نرم افزاری و خدمات محور است. هسته اصلی درآمد گوگل از تبلیغات آنلاین، موتور جستجو، خدمات ابری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌های مانند یوتیوب، جیمیل و اندروید تامین می‌شود. در مقابل نوکیا و موتورولا در اصل شرکت‌های سخت افزاری بودند که تمرکز اصلی آنها بر تولید تلفن‌های همراه و تجهیزات مخابراتی قرار داشت. نوکیا سالها به عنوان بزرگترین تولید کننده موبایل در جهان شناخته می‌شد و موتورولا نیز یکی از پیشگامان تلفن همراه و ارتباطات بیسیم. اما وابستگی شدید این دو شرکت با فروش سخت افزار باعث شد در برابر تغییرات سریع بازار آسیب پذیر باشد، در حالی که گوگل با تکیه بر خدمات دیجیتال انعطاف پذیری بیشتر داشت. گوگل از ابتدای فعالیت خود فرهنگ نوآوری مستمر و سرمایه‌گذاری روی آینده را در اولویت قرار داد. ورود زودهنگام به حوزه‌های مانند هوش مصنوعی، اطلاعات گسترده، خودروهای خودران، سیستم عامل اندروید و رایانش ابری نمونه‌های از این آینده‌نگری است. در مقابل نوکیا و موتورولا اگرچه نوآوری‌های مهم در گذشته داشتند، اما در مقطع حساس نتوانستند خود را به تحولات جدید برسانند. برای مثال، نوکیا در مواجهه با ظهور گوشی‌های هوشمند و سیستم عامل‌های مانند iOS و اندروید واکنش کند نشان داد و همچنان به سیستم عامل سیمبیان وابسته ماند. موتورولا نیز با وجود طراحی‌های نوآورانه در استراتژی نرم افزاری و اکوسیستم ضعیف عمل کرد. یکی از بزرگترین مزیت‌های گوگل نسبت به نوکیا و موتورولا ایجاد اکوسیستم
اکوسیستم قدرتمند است. گوگل با اندروید توانست میلیون ها توسعه دهنده شرکت و کاربران را با یک پلتفرم واحد متصل کند. این اکوسیستم باعث شد گوگل حتی بدون تولید گسترده سخت افزار نقش تعیین کننده در بازار موبایل داشته باشد. در مقابل نوکیا و موتورولا بیشتر مصرف کننده اکوسیستم ها بودند نه سازنده آنها. نوکیا دیر به فکر ایجاد یک اکوسیستم منسجم افتاد و موتورولا نیز وابسته به سیستم عامل های دیگر شد. این موضوع قدرت رقابت آنها را به شدت کاهش داد. تفاوت دیگر در مدیریت و تصمیم های کلان است. گوگل ساختار منعطف، داده محور و مبتنی بر آزمایش و خطا دارد. شکست در گوگل به عنوان بخشی از مسیر یادگیری پذیرفته می شود. بسیاری از پروژه ها متوقف شدند، اما این توقف ها به شرکت اجازه داده منابع خود را روی ایده های موفق تمرکز کند. در مقابل نوکیا و موتورولا اغلب دچار تصمیم گیری های محافظکارانه یا دیر هنگام شدند. تغییرات مدیریتی، عدم هماهنگی میان بخش ها و ترس از ریسک پذیری باعث شد فرصت های مهم بازار را از دست دهند. امروز گوگل یکی از قدرتمندترین شرکت های فناوری جهان و نفوذ آن در زندگی روزمره کاربران غیر قابل انکار است. نوکیا و موتورولا اما جایگاه سابق خود را از دست دادند. نوکیا بیشتر به حوزه های تجهیزات شبکه و زیرساخت های مخابراتی بازگشته و موتورولا تحت ملکیت شرکت های دیگر سهم محدودی از بازار موبایل دارد. این بود برنامه این هفته ما. برنامه بعدی ما در مورد شرکت آمازون است. اگر میخواهید برنامه های بعدی ما را بیننده باشید، فرازکست را سابسکرایب کنید. تا برنامه بعد، الله یار یاور کند. برنامه آگاهی، نبض تکنولوژی.